دوستان عزیز، امروز قراره با هم دیگه ماهی‌های مشابه رو با هم ببینیم. با من همراه باشید. خب این سه تا ماهی رو ببینید. شاید دوستانی که از دریا و بندر عباس دور باشن شاید به سختی تشخیص بدن این ماهی ها رو. خیلی شبیه هم هستن اما از لحاظ قیمت و کیفیت فوق العاده متفاوت هست. این ماهی شورته که حواسی من بهش میگن، معروف به لیدی فیش. این ماهی شوریده هستش، حتی بچه شوریده از اون بزرگتر میشه. و این ماهی یه اسم زشتی داره ولی من برای اینکه شما باش آشنا بشید میگم. بندی رو بهش میگن کیرمرغ، دار دهل هم بهش میگن، مثل چوب دهل. ببینین این ماهی خیلی شبیه همه. به خاطر همین من پیشنهاد میکنم که حتما از جایی خرید کنید که به فروشنده اعتماد دارین. تفاوت قیمت این با این فکر کنم 150,000 تومنه. پس مواظب باشین که یه وقت خدای نکرده این ماهی مشابه ببینید به جای این ماهی بهتون ندن. اصلا فرم چشمشون هم ببینید متفاوته، دهنشون همه که متفاوته. اینم با هدف معرفی آبزیان خلیج فارس بود.